درود به همگی. من امینم و این دومین بخش از آموزش همهوایی برای صعود به قله دماونده. برای صعود به قله دماوند حداقل از 1 ماه قبلش باید به فکر آماده سازی بدنت باشی. ما معمولا قله‌های بالای 3000 متر رو توی همین شهر تهران انتخاب می‌کنیم و طی این 1 ماه به ترتیب صعودشون میکنیم، مثل قله داراباد 3163 متر و قله کلکچال 3350 متر. البته قله‌های بین 3000 تا 4000 متری توی تهران و اطراف تهران زیادن. هر کدومشون رو دوست داشتی انتخاب کن، توی مدت صعود کن و در نهایت 1 هفته قبل از صعود اصلی یه قله حدوداً 4000 متری مثل همین قله توچال توی تهران به ارتفاع 3964 متر انتخاب میکنیم، صعودش میکنیم و تقریباً 1-2 ساعت روی قله میمونیم و به صورت پیاده برمیگردیم پایین. چون کابین داره و میتونیم با کابین برگردیم پایین، ولی بهتره که پیاده برگردیم تا تایم بیشتری داشته باشیم برای همهوایی. خلاصه بریم سراغ صعود اصلی. اگه اولین باره میخوای قله دماوند رو صعود کنی، به شدت بهت پیشنهاد میکنم 3 روزه این کار رو انجام بدی. حالا چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که گفتم یه قله 4000 متری در نهایت صعود کردیم و هنوز اختلاف ارتفاع زیادی تا قله دماوند داریم. به خاطر همین باید به بدنت فرصت بدی که بتونه طی مدت 3 روز خودشو با شرایط موجود تطبیق بده و هم هوا بشه. روز اول حتما تا بارگاه سوم صعود کن. فقط بارگاه سوم 4250 متر ارتفاعشه. البته خیلی از گروه‌ها میان بارگاه سوم یه استراحت کوچیک میکنن، 400-500 متر میرن بالاتر، یه ساعت هم اونجا استراحت میکنن و برمیگردن بارگاه، شبو میخوابن. اینم روش خوبیه، منتها یه سری معایب و یه سری مزایا داره. از معایبش اینه که خب خیلی خودتو خسته میکنی بی خودی، و از مزیتاش هم اینه که قطعاً شب خواب بهتری خواهی داشت و یه مقدار بهتر هم هوا میشی. خلاصه صبح روز بعدش ساعت 3 تا 6 صبح میتونی از بارگاه سوم استارت بزنی بری سمت قله و تا قبل از ساعت 12 ظهر برسی روی قله و همینطور تا قبل از غروب آفتاب و تاریک شدن هوا بتونی دوباره خودتو برسونی به بارگاه سوم. اگه اولین باره که میخوای قله دماوند رو صعود کنی، بعیده بتونی بدون آسیب دیدگی برگردی بیای تا پایین. چرا؟ به خاطر اینکه انقدر عضلات و بدنت خستن، تمام فشار بدنت میفته روی مفاصل زانو، هیپ و کمر. به خاطر همین حتما شب بارگاه سوم استراحت کن، یه خواب خوب خواهی داشت به خاطر اینکه هم هوایی. و صبح علت طلوع حالا میتونی یکم دیرترم استارت بزنی، بیای سمت پایین و راحت خودتو برسونی به منزل. این برنامه 3 روزه صعود قله دماوند از جبهه جنوبی بود. بعد از اولین صعود میتونی بهتر تصمیم بگیری که برای صعود بعدیت از کدوم جبهه و چند روزه صعودش کنی. برای اینکه هم هوایی بهتری داشته باشی و بدنت بتونه خودشو با ارتفاعات بالا بهتر تطبیق بده، تغذیه خیلی مهمه. مصرف آب و مایعات یکی از مهمترین مسائلیه که توی این 3 روز باید حتما بهش توجه کنی. به خاطر اینکه به دلیل بالا بودن ارتفاع مصرف اکسیژن توی بدن به شدت زیاد میشه و بدن میاد از این آب استفاده میکنه برای تامین اکسیژنش و به شدت بدن دهیدراته میشه و بعد تمام تلاشتو بکنی بدنتو هیدراته نگه داری. از طریق مصرف آب و مایعات میتونی بدنتو هیدراته کنی، به شرط اینکه مواد معدنی یا همون مینرال ها رو در کنارش مصرف کنی. حالا جلوتر بهت توضیح میدم. مصرف غذاهایی که سرشار از کربوهیدرات هستن مثل برنج، نون و همینطور میوه های خشک میتونه خیلی بهت کمک کنه که بدنت بتونه انرژی مورد نیازش رو برای صعود و فرود تأمین کنه. کربوهیدرات ها موادی هستند که در نهایت به گلوکوز تبدیل میشن و گلوکوز سوخت اصلی بدن حین فعالیت ورزشیه و همینطور کربوهیدرات ها کمک میکنن که بدن بتونه اکسیژن رو بهتر مصرف کنه. پیشنهاد میکنم طی این 3 روز و همینطور از شب قبلش مصرف پروتئین های دیرهضم مثل گوشت قرمز، مرغ و ماهی رو محدود کنی یا اصلا نخوری، به خاطر اینکه بدنتو به شدت طی صعود و فرود خسته میکنه. ویتامین C هم نقش مهمی در افزایش سیستم ایمنی بدن در حین صعود
و همینطور کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از ارتفاعات بالا داره. مصرف مرکبات، گوجه فرنگی و همینطور قرصای جوشان ویتامین C توی این زمینه خیلی میتونه کمکت کنه. همینطور مصرف مکمل آهن میتونه به افزایش تولید هموگلوبین و گلبولهای قرمز توی خونت کمک کنه که باعث همهوایی سریعتر میشه. راستی داشت لیمو ترش یادم میرفت، عالیه، مخصوصا اگه نمک بهش بزنی. کافئین بحث مهمیه که باید خیلی بهش توجه کنی. مثل یه شمشیر دولبه میمونه. از یه طرف انرژی تو بالا میبره، خستگی تو کم میکنه، تمرکز تو زیاد میکنه، از طرف دیگه باعث میشه مایعات بدن دفع شه و بدن دچار کم‌آبی بشه. پس اگه اهل چای و قهوه هستی، حتما به این موضوع توجه کن که باید یه تعادلی رو حفظ کنی که نه از این بره بوم بیفتی نه از اون بره بوم. و مصرف کافئین زیاد توی ارتفاعات بالا میتونه باعث اضطراب و افزایش ضربان قلبت بشه که این علائم خیلی شبیه علائم ارتفاع زدگی هن. بنابراین ممکنه با ارتفاع زدگی اشتباه گرفته بشن. خیلی باید حواستو جمع کنی که این مصرف رو متعادل نگه داری و از طرف دیگه آب و مایعات زیاد مصرف کنی که بتونی دفع آب و مایعات که توسط کافئین صورت میگیره رو جبران کنی. راستی تا یادم نرفته همینجا بگم، قهوه که کافئین داره، چای هم که تئین داره که همون کافئینه و همینطور نوشیدنی های انرژیزا و نوشابه های مشکی حاوی کافئینن. کلا حواست به میزان مصرف اینا باشه. بچه‌ها کشک یه منبع خوب از تمام مینرال ها، مخصوصا سدیم، کلسیم و خیلی چیزایی که بدن نیاز داره تا بتونه آبو ببره توی سلول. همون الکترولایته، در واقع بهترین الکترولایتیه که به صورت طبیعی میتونی مصرف کنی. و همینطور پروتئین هم داره که برای حفظ توده عضلانیت بسیار بسیار موثره. پس کشک رو حتما تو برنامه‌ت قرار بده. قرصای الکترولایت هم گزینه بسیار بسیار خوبی هستن برای اینکه بتونی آب از دست رفته بدن تو به سلولات برگردونی. الکترولایت ها کلا به صورت قرص، کپسول، پودر و همینطور قرص جوشان توی داروخانه ها هستن. میتونی تهیه کنی و حین کوهنوردی داخل آبت بریزی و مصرف کنی. فوق العاده‌ان. آقا لواشک هم خیلی خوشمزه است، هم سبکه، هم باعث میشه اشتهات توی ارتفاعات بالا بهت برگرده. همونطور که میدونی توی ارتفاعات بالا آدم اشتهاشو از دست میده و به خاطر حالت تهوع و اینجور مسائل دوست نداره غذا بخوره، ولی لواشک کمک میکنه که این مشکل حل بشه. و همینطور قند طبیعی خوبی هم داره. در کل این مواد غذایی که بهت گفتم خیلی به هم هواییت کمک میکنه. حتما ازشون استفاده کن. در نهایت یادت باشه، بازم تاکید میکنم، موقعی برو سمت دماوند که وقتی رسیدی روی قله انرژی لازم برای صعود به 500 متر بالاترش هم داشته باشی. امیدوارم خیلی زود کاسه قله دماوند رو از نزدیک ببینی. فعلا.